مشکلات خانه را اگر نزدیک ببینید شاید گریان کنین. همونطور براتون بگوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، هوای سرد زمستانی است و ما کمپاین زمستانی را شروع کردیم. شما میتونین فقط با $100 یک زمستان بسیار خوب برای خانواده های نیازمند به ارمغان بیارین. امروز ما تعداد از خانواده را از روی جاده ها جمع آوری میکنیم و به محل توزیع که قبل مواد اوج آماده شده است میبریم و این مواد بهشان توزیع میکنیم. میریم به مرحله بعدی و این دوستا را جمع آوری میکنیم. وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا منى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأمتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. خب دوستان عزیز، الحمدلله اعضا را جمع آوری کردیم. در کنار ما یک برادر کوچک نام چی است؟ حمیدالله جان، یک جوان 10 ساله از 10 ساله هستی؟ 10 ساله است. پدرش وفات کرده و خودش با برادرک خود سرپرست خانواده است. دوستای عزیز، ما کوشش میکنیم که حمیدالله جان به صورت دائمی اسپانسر کنیم. منتظر هستیم که یکی از دوستا پیدا شوه و انشالله حمیدالله جان دائمی اسپانسر کنه و دیگه کار شاقه نکنه و درس خدا بخونه انشالله. همینطور است؟ دیگه باز درس میخونی؟ بسیار خوب. و متبقی دوستای دیگه هم در صحنه هستن. قسمی که ما در آغاز هم گفتم کمپاین زمستانی ما است و ما انشالله برنامه را بیشتر از این انشالله ادامه خواهد دادیم یا بیشتر خواهد کنیم. خوب هستین کاکا جان؟ بله. شما خوب هستین؟ شکر سلام. روزانه چند میفروشین مثلا با اینا؟ یا دوباره کلانش دانه 40 روپا میتیم، خردایش 30. چند میشه براتون مثلا روزه؟ یک روز 4 تا 5 تا اگه سودا شود به در کم 5 روپا و 2 روپا میمونه، 40 روپا 50 روپا میشه دیگه. خب مشکلات خانه تان حل نخواهد شد؟ مشکلات خانه را اگر نزدیک ببینید شاید گریان کنین. همونطور براتون بگوییم. من خودم هستم، مادرم هست یک تر 15 ساله، دخترم جوان، در خانه مردم هستم میاله. شما را میگیریم ان شاء الله، کوشش میکنیم به صورت دائمی شما رو کمک کنیم. خیر باشین. شما اگه میخواین که در این امر خیر سهم بگیرین، لینک ها را مشاهده میکنین. فراموش نکنین که علی متعال در کمک بنده است تا مادامی که بنده در کمک سایر بندگان دیگه است. اینجا یک پدر بزرگوار دیگه هم است، اساس در دستش. از پیش پرسان چطور است وضعیت اقتصادی کاکا؟ وقتی تا 2 تا بچه داشتیم نانآور شهید شد. این می کراچی 13 سال هستیم. کراچی کار میکنین؟ کراچی تکلیف هم دارین؟ تا یک کراچی باربری سما پیسه نداریم که خدا رسیم بازخواد پای خدا کنیم. یعنی مستحق‌ترین افراد امروز در اینجا حضور دارن. الله متعال مهربان است، میشه که کاکای محترم به صورت دائمی کمک کنیم. لینک ها رو مشاهده میکنین. سلام علیکم و رحمت الله.